آنچه گذشت. میخوای پیاده شی نه؟ چه خبر شده؟ دکتر استرنج؟ الو. فقط 24 ساعت زمان داریم تا بتونیم نقشه رو رمزنگاری کنیم. 24 ساعت؟ یعنی چی؟ متاسفانه چون دکتر استرنج و موجودات دنبالشن و بس سریعتر رمزنگاری کنیم تا دست اونا بهش نرسه. هنوز تو شوک اتفاقات جنگلم، ولی نمیتونم دکتر استرنج رو ناامید کنم. خب رسیدیم. سریعتر بریم. آره بریم سریعتر. هیچ ایده ای نداشتیم که باید از کجا شروع کنیم. چیکار کنیم الان؟ یه نگاهش بندازم. اصلا چیزی مگه میشه ازش فهمید؟ نمیدونم، هیچ ایده ای ندارم اصلا چیه این؟ چطوری باید ما اینو رمزیابی کنیم؟ اونم تازه تو 24 ساعت. چه چیزی میتونه باشه یعنی؟ یه مار 4 تا نوشته روشه. برام یه ذره عجیبه، چون یکم حس میکنم آشناه برام این نوشته ها، این نشونه ها. حس میکنم زبان قدیاسی باستانه. تو از کجا میدونی؟ من چون یه ذره تو باستان شناسی اطلاعات کوچیکی داشتم. جارویس، بله قربان. اینو آنالیزش کن. الان انجامش میدم. Scan complete. قربان، این یک نقشه باستانی از زبان قدیاسی باستان هستش. دستشو میذاره. براتون یک دفترچه راهنمای زبان باستانی پیدا کردم. خوبه، پس برام بفرستش. بله قربان. این برای من و اینم برای تو. خیلی زیباست قربان. مرسی. فکر کنم به اینم نیاز پیدا میکنی. ممنون. خب نتیجه چی شد؟ طبق داده های من این نقشه پیچیده از 3 مکان مختلف است. یعنی یه نقشه است دقیقاً قربان. که 3 تا لوکیشن داره. درسته جارویس؟ بله قربان. اوکی باشه، برگشت رو پیدا میکنیم. بعد اینا رو رمزگشایی کنیم با راهنمایی که داریم. این طرح یکم برام آشناست. بذار این درسته. اینجا داره میگه که یه خونه است. یه خونه است که به سمت شماله، به سمت شمال مستقیم و یکم پیچیدگی و فکر کنم یه لحظه بذار ببینم. آره یکم پیچیدگی داره مسیرش، یعنی مسیر عادی نیست و ایکس هم که در مرکزشون داده با توجه به اطلاعات اون یعنی در مرکز قرار داره و اینجام احتمالاً داره اونجا که بعد بری رو نشون میده. من اینجا رو دقیقا متوجه نمیشم. آره حس میکنم درسته. آره احتمالاً همینطوریه. فکر کنم داریم پیداش میکنیم. بذار اینو بنویسم. نمیتونم خوب ببینم. جارویس چراغای مخصوص رو روشن کن. پس اولیو به دست آوردیم از دم مار. این دم مار تا اینجا تو فکر نکنم ایده داشته باشی. جارویس بفرمایید قربان. قسمت بعدی دم مار رو آنالیز کن لطفاً. الان انجامش میدم. %90 تطابق با شهر رشت. قسمت دومشم میشه شهر رشت. این شبیه موجه. این چقدر آشناه. چقدر؟ جارویس این تیکره تحقیق بکن راجبش. نوشته انتهای ساحل دریای چمخاله قربان. پس باید بریم چمخاله سره. تا الان رشت و بیچاره شدیم. توی راهنمای زبان قدیسی میگه که این معنی چشما یعنی نماد چشمای باز. حواسمون جمع باشه به فضای دور و برمون، که قدمایی که برمیداریم، راههایی که انتخاب میکنیم. این لوکیشن سومه دیگه، درسته؟ آره اگه اینطوری باشه اصلا خوب نیست. انگار اتفاقای عجیبی میفته.
یعنی چی کجا میتونه باشه؟ بعد پیداش کنیم. اینم لوکیشنشه دیگه نه؟ فکر کنم. جاربیس سریع آنالیز کن. از قبل اینکه بگید آنالیز کردم قربان. مکان جنگل رامسر. لوکیشن همینجاست. همینه لوکیشن. آره لوکیشن همینه. پس قراره دوباره وارد جنگل. این چیه؟ کدوم؟ این شکل شبیه درخته. بذار سرچش کنم. آره راست میگی. نماد درخته، یعنی نماد جنگل. آفرین. و این نماد ریشه جنگله. آره منم همینو میگه. اطلاعات منم همینو میگه. یعنی در دل جنگل. این تا این و این داره بهمون نشون میده که اونجا چه نمادیه. یعنی در واقع اون نمادو ما باید پیدا کنیم، اون شکلو تا ریسرچش کنیم. یعنی این ستاره باید اونجا باشه. و اینم نماد اینه که خاک شده، یعنی پنهان شده. یعنی اصلا قرار نیست کار راحتی باشه. اصلا قرار نیست راحتی باشه. اصلا 22 ساعت هم وقت داریم. خیلی تایم کمی. کی گفته 22 ساعت؟ الان 21 ساعت فقط وقت داریم. راست میگی. پس الان 3 تا لوکیشن داریم. این نماد برای من آشناست. یعنی چی؟ نه این نمیتونه باشه. متوجه نماد نمیشم. خطره. این ماهی که دورشه، یعنی اصلا نباید ما سمت اینجور جا شب بریم. جدی داری میگی؟ آره تو جایی که من میدونم و شنیدم همین میتونه باشه. چقدر این عجیب. ماری که اینجاست، اون ماهی که دور و برش اینجوری شده. یعنی میگی یه موجودی هست که ازش محافظت میکنه؟ آره دقیقاً. و اصلا ما شب نمیتونیم حتی نزدیک اونجا بشیم و این خورشیدی که اینجا زده یعنی که فقط باید روز بریم اونجا. جوره نمیشه شب پا گذاشت اونجا، چون اینجا نفرین شده است. سخت‌تر شد. قربان به نظرم یه چیزی رو فراموش کردی. چیه جاربیس؟ چی میخوای؟ طبق متن باستانی در اونجا نوشته اون جسم از خودش اشعه ساطع میکنه. جدی میگی؟ یعنی یه پرتوی از خودش ساطع میکنه. چه پرتویی ساطع میکنه؟ گاما قربان. اگه گاما باشه که میتونیم اینو کد نویسیش کنیم. جاربیس کد نویسی رو شروع کن. کد گاما بر روی دست آهنی آغاز شد. الان دیگه با این ردیاب میتونیم لوکیشن دقیقش رو محاسبه کنیم و پرتوی گاما رو ردیابی کنیم. عالی شد اینجوری. آره خدا رو شکر الان دیگه راحت‌تر پیداش کنیم. 100%. فقط 15 ساعت وقت داریم. شوخی میکنیم با من؟ اصلا فقط 15 ساعت یعنی دیگه مونه تا بریم سراغ تک تک اینا؟ یعنی وقت میشه؟ نمیدونم، باید ببینیم. نمی‌پسه